اگر یه مهمون ویژه داری که میخوای یه کیک خوشمزه براش درست کنی، کیک هل و گلاب رو حتما امتحانش کن. یه کیک پنبه‌ای با عطر هل و گلاب و زعفرون. یک طعم نوستالژی که تو رو میبره به گذشته ها. سلام، من مهدیه هستم. به کانال من ماهی فودی خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه یک کیکی درست کنیم که هم خیلی ساده است و موادش هم در دسترس همه هست. خب برای شروع اول احتیاج داریم به 4 عدد تخم مرغ که باید سفیده ها و زرده ها رو از هم دیگه جدا کنیم. تو این قسمت مراقب باشین که از زرده ها داخل سفیده ها قاطی نشه و اگر شد با همون پوست تخم مرغ ها میتونین قسمت زرده رو که داخل سفیده ها رفته رو از هم دیگه جدا کنین. یک نکته دیگه هم که باید مد نظرتون باشه اینه که موقعی که میخواین سفیده ها رو بزنین مواظب باشین که پره های همزنتون خیس نباشه یا ظرفتون خیس نباشه، چون اینطوری باعث میشه که سفیده هامون خوب کف نکنه. سفیده ها رو شروع میکنیم با همزن زدن. مقداری که کف کرد نصف شکر دستور رو کم کم بهش اضافه میکنیم. بعد انقدر میزنیم تا سفیده هامون پفکی و سفت بشه و از ظرف نریزه. بعد از اینکه سفیده ها رو زدیم و سفت شد و پفکی شد، ظرفش رو داخل یخچال میذاریم تا سفیده هامون آب نشه. حالا نوبت زرده هاست که با پودر هل و مابقی شکر که مونده بود و با همدیگه خوب میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. دورگیری رو هم فراموش نکنین، این کار باعث میشه که کیکمون بوی تخم مرغ نگیره. حالا گلاب زعفرون رو با شیر مخلوط میکنیم و به مایه کیکمون اضافه میکنیم و حدود 30 ثانیه میزنیم. روغن رو هم تو همین مرحله میتونین اضافه کنین و کمی هم بزنین. تو این مرحله آرد و بیکینگ پودرمون که از قبل 3 بار الک کردیم رو کم کم به موادمون اضافه میکنیم و آروم آروم با همزن دستی هم میزنیم. سفیده ها رو از یخچال در میاریم و طی 2 مرحله به موادمون اضافه میکنیم. دقت کنیم که مثل ویدیو باید دورانی هم بزنین تا پف سفیده هامون نخوابه. قالبمون رو با کره خوب چرب میکنیم و بعدش آرد پاشی میکنیم. این کار باعث میشه که کیکمون راحت از قالبش در بیاد. مایه کیک رو داخل قالب میریزیم و میذاریم داخل فرن. البته قبلش میتونیم با یک سیخ چوبی هوای اضافه اون رو بگیریم.
کیک رو که از فر در آوردیم میذاریم خنک بشه. من روش رو با پودر قند و گل محمدی تزیین کردم. به همین راحتی کیک خوشگل و خوشمزه‌مون آماده است. این یک کیک خشک و ساده است که میتونین خیلی راحت برای مهمونیاتون آماده کنین. امیدوارم که درستش کنین و از طعمش لذت ببرین و اگر این آموزش رو دوست داشتین حتما کانال من رو سابسکرایب کنین، چون که کلی آموزش های کیک و دسر براتون گذاشتم. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین.